درود دوستان، من برگشتم با یکی دیگه از داستانا و این بار با قسمت دوم داستان آمون، خدای بزرگ آفرینش در مصر باستان. مصر سرزمینی که پر از راز، افسانه و باورهای کهن بود، جایی که خدایان نه فقط در آسمان بلکه در دل مردم زندگی می‌کردند. و حالا برگردیم به لحظه‌ای که قسمت قبل تمام شد. آمون از دل نون بیپایان برخاسته بود و بر بلندای بنبن ایستاده، تنها در میان مه و تاریکی. جهان هنوز خاموش بود و او در سکوت جاودانه به افق می‌نگریست، در انتظار نوری که هنوز زاده نشده بود. آمون گفت: از درون من نوری برخواهد خاست، چشم من در آسمان که بر همه چیز بنگرد و هیچ چیز از نگاه من پنهان نماند. در همان لحظه فریادی از او برخاست، چون رعد در میان ابدیت. از سینه‌اش گوی آتشین بیرون جهید، خالص، سوزان و زنده. آن گوی از میان دستانش بالا رفت و بر فراز آسمان ایستاد. نخستین خورشید، نوری که تمام نون را شکافت. آبها درخشان شدند، بنبن زرین تر گشت و برای اولین بار سایه ها معنا پیدا کردند. آمون به آن نور نگریست و لبخند زد و گفت: این است چشم من، شاهد سلطنت من بر آسمان و زمین. هر که در این نور زندگی کند در قلمرو من است. خورشید در اوج ایستاد، چون تاجی بر سر آسمان. گرمایش با آبها جان داد و بخار از سطح دریا برخاست. از آن بخار ابرها زاده شدند و باران بر تپه بنبن فرو ریخت. آمون احساس کرد که جهان در برابرش خم شده است. هر موج با نور خورشید می درخشید، هر نسیم با نامش می وزید. او اکنون نه تنها خالق بلکه پادشاهی آشکار بود، پادشاهی که چشمش از آتش ساخته شده بود، اما در دلش رازی را پنهان نگه داشت، زیرا می دانست نوری که او آفریده اگر روزی از او جدا شود می تواند بر ضد او نیز بتابد. پس اسم آن نور را رع گذاشت، تا هم پسرش باشد، هم چشمانش و هم سایه حکومتش در آسمان. و بدین گونه خورشید زاده شد، تمام قدرت، نظم و حضور جاودانه خدای پنهان. از آن روز هر صبح که خورشید طلوع می‌کرد، مردمان می‌دانستند آمون بیدار است و سلطنت او ادامه دارد. نور خورشید تازه متولد شده بود و جهان نوین در زیر آن بیدار می‌شد. اما در میان این روشنایی هنوز چیزی ناقص بود. همه چیز به هم آمیخته بود. زمین و آسمان یکی بودند، در هم تنیده، بی‌مرز و بی‌قانون. آمون بر قله بنبن ایستاد و با آشوب زیبا نگریست. زمین تن خیس و زنده‌ای بود به نام گب و آسمان الهه‌ای درخشان به نام نوت. آن دو در آغوش یکدیگر بودند، چنان نزدیک که هیچ چیز میانشان نمی‌گنجید. نه روز بود نه شب، فقط پیوستگی بیپایان عشق و بی‌نظمی. آمون آهی کشید. او دانست که این نزدیکی شکوهش را تهدید می‌کند. جهانی که قانون ندارد نمی‌تواند سلطنت را بشناسد. او گفت نظم باید از جدایی آغاز شود. دستانش را گشود، صدای فرمانش در سراسر هستی پیچید: شو، برخیز. از میان باد و نور موجودی پدید آمد. شو خدای هوا، نیرومند با بالهایی از طوفان. آمون به او نگریست و گفت:
میان زمین و آسمان بایست و آنها را از هم جدا کن، زیرا تا زمانی که یکی‌اند قانون معنایی ندارد. شو سر فرود آورد و میان گب و نوت ایستاد. با دستانش آسمان را بالا برد و پاهایش زمین را نگه داشتند. نوت گریست، گب لرزید و در فریادشان نخستین پژواک جهان زاده شد. خورشید از میان شکاف تازه گشوده طلوع کرد و برای نخستین بار روز و شب معنا یافت. نوری که بر آسمان پاشیده شد مرزها را ترسیم کرد. بالا قلمرو آسمان، پایین پادشاهی زمین و در میانشان هوا، قانونی که دو جهان را از نابودی باز می داشت. آمون به جدایی نگریست. غم در نگاهش بود، اما لبخند زد، زیرا می دانست که هر سلطنتی با قربانی آغاز می شود. او گفت عشقشان را از هم جدا کردم تا نظم را بسازم، زیرا حتی خدایان نیز باید فرمان مرا بپذیرند. در آن لحظه نوت بر فراز آسمان گسترده شد. پیکرش چون گنبدی از نور و ستاره، گب بر زمین خفته بود در آغوش رود نیل و خاک، و شو میان آن دو ستون جاودان نظم شد. از آن روز جهان دیگر یک پارچه نبود، اما زیبا بود. زیبا چون در آن برای نخستین بار مرز پدید آمد و آمون از فراز بنبن به جهان قانونمند خود نگریست و گفت من جدایی را آفریدم و با آن حکومت را آغاز کردم. جهان دیگر بی‌شک نبود. آسمان بالا رفته بود، زمین در جای خود قرار داشت و خورشید هر روز طلوع می‌کرد تا فرمان روایی آمون را بر آسمان اعلام کند. اما در سکوت میان این نظم تازه آمون احساس کرد چیزی کم است. نظم بدون جان مثل تاجی است بدون پادشاه. او از بلندای بنبن به زمین نگریست و گفت قانون آفریدم، مرزها را نهادم، اما هنوز صدایی نیست که نامم را در جهان بخوانم. من باید فرزندانی بیافرینم تا اراده‌ام را در هر گوشه هستی تکرار کنم. باد برخاست، هوای جهان بوی زندگی گرفت. آمون چشمهای نادیدنیش را بست و از نفس خود نخستین روح را دمید. از هوای نفسش شو دوباره ظاهر شد. آمون به او گفت تو فاصله خواهی بود مرز میان دو قدرت. تو نظم منی در میان عشق و زمین. از رطوبت بخار دهانش تفنوت پدید آمد، الهه باران و مه. آمون به او گفت تو جان زمین خواهی بود، چون عشق، چون خون، تویی که زندگی را در رگ‌های خاک جاری خواهی کرد. شو و تفنوت نخستین زوج الهی جهان شدند. با فرمان آمون آن دو جهان را پیمودند، در آسمان وزیدند، بر زمین باریدند و از اتحادشان نسل تازه‌ای از نیرو زاده شد. نیروهایی که هر کدام بخشی از اراده آمون را در خود داشتند. از آنها 4 فرزند پدید آمد. اوزیریس نماد زندگی و عدالت، شاه آینده زمین. ایزیس الهه جادو و باربری، نگهبان عشق و دانایی. ست خدای طوفان و آشوب، سایه قدرت در دل نظم. نپتیس نگهبان مرگ و سکوت، توازن بخش میان زندگی و نیستی. آمون به آنها نگریست. 4 نیروی اصلی جهان در برابرش ایستاده بودند: زندگی، عشق، ویرانی و مرگ. و او لبخند زد. اکنون جهان کامل است، زیرا همان گونه که قدرت من به نور و سایه تقسیم می شود، فرزندانم نیز میان نظم و آشوب، عشق و مرگ پراکنده خواهند شد. اما در عمق نگاهش چیز بیشتری از لبخند بود، چون میدانست هر قدرتی که تقسیم شود دیر یا زود بر ضد خالقش برمیخیزد. با این حال او پذیرفت، چون این قانون است.
قانون پادشاهی، قانون خداوندی. او گفت حتی شورش بخشی از نظم من است. حتی خیانت ابزاری است در خدمت سلطه من. در آن لحظه باد آرامی وزید. آسمان و زمین با صدای دوردست تندر پاسخ دادند. خورشید در اوج ایستاد و نیل درخشان شد و جهان برای نخستین بار پر از صدا گشت. صدای خدایان جوانی که فریاد می‌زدند: پدر ما آمون است، پنهان اما جاودانه. جهان کامل شده بود. زمین زاده شده بود. آسمان برپا و فرزندان الهی در جای خود مستقر. خورشید طلوع می‌کرد و می‌درخشید و نیل شریان زندگی را در میان خاک تازه جاری می‌ساخت. همه چیز در توازن بود، اما در دل این نظم خود آمون آرام نبود. او بر بلندای بنبن ایستاده بود. جهانی را می‌نگریست که از اراده‌اش آفریده شده بود، اما دیگر بدون او هم می‌چرخیدند. برای نخستین بار خالق خود را بی‌نیاز از خویش دید. در دلش اندیشه گذشت: اگر جهان بتواند بدون من ادامه دهد، آیا قدرت من پایان یافته است؟ سکوتی سنگین او را فرا گرفت. در آن سکوت صدای فرزندانش را شنید. هر کدام در قلمرو خود سخن می‌گفتند، می‌جنگیدند، می‌پرستیدند. اوزیریس به انسان‌ها قانون آموخت، ایزیس جادو را به جهان آورد، ست در بیابان‌ها فرمان می‌راند و نپتیس در مرگ آرامش می‌داد. آمون لبخند زد و در دل لبخندش اندوهی بود. او گفت: اینک جهان زنده است، اما اگر من در میانش بمانم، همه نگاه‌ها به من دوخته می‌شود و هر نگاه قدرت را محدود می‌کند. از تصمیم گرفت برود، نه از روی خشم، بلکه از روی خرد. قدرت واقعی در پنهان بودن است. او گفت: اگر پادشاه دیده شود دشمن پیدا می‌کند، اما اگر پادشاه در سایه حکومت کند همیشه زنده خواهد ماند. باد برخاست، نور اطرافش کم شد و پیکرش در مه ناپدید گشت. فقط صدایش ماند، صدایی که در باد پیچید و بر جهان جاری شد: من در هر نفسیم که کشیده می شود، در هر نوریم که می تابد، در هر قطره نیل که می لغزد، من پنهانم اما جاودانه. از آن پس نام آمون دیگر فقط نام یک خدا نبود. او شد قدرت ناپیدا، روحی که در پشت تاج هر فرعون حضور داشت. فرعونها خود را فرزندان آمون می‌خواندند، زیرا باور داشتند که او در لحظه تاجگذاری در کالبد پادشاه فرو می‌آید و اراده‌اش را از درون فرمان می‌دهد. اما کسی او را دیگر ندید. نه کاهنان در معابد، نه خدایان در آسمان. فقط نشانش باقی ماند، بادهایی که بی جهت نمی‌وزند، نوری که از شرق میتابد و صدایی که در دل هر انسان زمزمه میکرد: منم آمون، خدای پنهان، پدر تاج‌ها و فرزندان. مرا نمیبینی اما در نگاه تو هم. و از آن روز قدرت از آسمان به زمین رسید. فرعونها با نام او حکومت کردند و آمون در دل همه چیز باقی ماند، نه چون خدایی برتر، بلکه چون مفهومی جاودانه، اراده‌ای که هرگز نمی‌میرد. خب دوستان، داستان آمون اینجا به پایان میرسه. ممنون که تا آخر با من همراه بودید. ممنون میشم اگر از این داستان خوشتون اومده لایک و سابسکرایب کنید. تا داستان بعد، بدرود.